سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ اینجا کانال مدیاماده و به کانال خودتون خوش اومدید. همونطوری که میدونید چند روز پیش آپدیت جدید آلبیوم منتشر شده و 3 تا وپن جدید به بازی اضافه شده که الان از خودتون میپرسین کدوم یکی بهتره، اصلا برای چی ما باید اینو ورداریم. خب بچه‌ها جلوتر بهتون توضیح میدم هر کدوم چیکار میکنن و کدوم یکی از همه بهتره. اول از همه چی بچه‌ها 3 تا وپنی که اضافه شده از دسته نیچر، کراسبو و فایر که دونه دونه هر کدوم بچه‌ها بهتون توضیح میدم. اول از همه چی بچه‌ها میریم سراغ فایر به خاطری که بچه‌ها میشه گفت متای این حالا آپدیت جدیده که واقعا خفنه، یعنی ندیدم مانندش. خب بریم بچه برای توضیحاتی که داره. اول از همه چی بچه اسم وپن جدیدمون فلیم والکر اسفه که ایش یه جوری اوپی خالصه. یعنی چی بچه؟ موقعی شما از ابیلیتی اصلی فرار میکنید شما میتونید به 14 متر دورتر از خودتون پرت شین و از هر ابیلیتی که روتونه فرار کنید. برای مثلا کرس اومده ایش زده روتون، وقتی ایش زده شما روی دقیقه آخر یا ثانیه آخرش ابیلیتی ایتون استفاده بکنید میتونید از دست ابیلیتیش فرار کنید و هیچ افکتی روتون کارساز نباشه و راحت از دست وپنایی که وان شات میکنن فرار کنین و بگیرین پارشون کنین. یه نکته هم که هست بچا، ابیلیتی که شما دارین تگ تارگت نیست، یعنی به همه کسایی که دورشن دمیج میده. به فاصله 5 متر کسایی که دور انمی که شما حالا تارگتتون روش بوده دمیج میشن و بعد اینکه بچا شما ابیلیتیتون رو انمی خورده یا حالا رو ماب خورده بعد 2 ثانیه دمیج اضافه هم میخوره که چیزی مثل افکت فایر که شما با کیوتون میزنین رو انمی های، یعنی یه چیز دقیق نمیتونم بهتون توضیح بدم، مثل افکت بلاد خون ریزی. خب بچا بریم برای تست عملیش. همونطوری که میبینید بچا به فاصله 14 متر میتونم به انمی دمیج بدم و همونطوری که میبینید یه فاصله زیادی بچا به همه دمیج میده که همونطوری که میبینید بچا بعد یه مدت هم یه دمیج ریز میخورن که حالا البته من اینجا رو مترسکا امتحان کردم که حالا رو انمی ها متفاوته. به خاطر چی میگم بچا؟ به خاطر یه پسیوی که داره اینکه 25% کولداون کم میکنه که حالا چیز مشخص ازش پیدا نکردم. بریم سراغ دومین وپن بازی. دومین وپن بچا از دسته کراسبوی و به اسم آرسلایت بلاسترز، یه چیز تو این مایه، حالا به بزرگی خودتون ببخشید اگه اسمش اشتباه میگم. بچا یه جوری میشه گفت این وپن به درد نخوره ولی به درد مثلا زیویزیا میخوره یه جورایی، چون یه دسته زیادی انمی دمیج میده. اول سنجی بچه شما یه دونه حرکت میزنین، یه داش میدین، یا به اصطلاح خودمون یه جا خالی میدین و به جلو حرکت میکنین. به فاصله 8 متر کسایی که دورتون رو دمیج میدین. یه نکته که هست بچه‌ها، موقعی که شما از ابیلیتی اصلیتون استفاده میکنین یه دونه داش میدین، حالا نمیدونم بعضی هر سه تاش یا هر باری که شما داش میدین 94 تا موقع در مورد اتکای انمی ها میگیرین. و یه نکته هم که هست بچه، شما 3 بار میتونید از این ابیلیتی استفاده کنید. بار اول که دمیج میدین 5 ثانیه کولداون داره، بار دوم 15 ثانیه، بار سوم بچه 30 ثانیه. چرا یه حرفه میزنه بچه؟ شما در از هر کدوم از اینا 10 ثانیه کولداون داره، ولی موقعی شما از ابیلیتیتون استفاده میکنید 5 ثانیه زمان داره که دوباره از ابیلیتی استفاده کنید. تا اون زمان بچه دوباره ابیلیتی کولداونش میخوابه و یه جوری میشه گفت بچه اگه پشت سر هم دیگه استفاده نکنید، یعنی دونه دونه هی فرار کنید دمیج بدین، هی فرار کنید دمیج بدین، یه جوری میشه گفت شما بی‌نهایت از ابیلیتی استفاده کنید و یه جوری میشه گفت شبیه همون مشت است که داخل ویدیو آپدیت قبلی بهتون توضیح دادم. خب بچه‌ها بریم سراغ آخرین وپن. آخرین وپن از دسته نیچره و یه نکته که داره بچه، این نیچر نیاز به آفهن داره و حالا اون فایر هم نیاز به آفهن داره، کراس بچه نیاز نداره. یه نکته که هست بچه، همونطوری که میدونید نیچر هم میتونن دمیج بدن هم میتونن هیل بدن که یه جوری میشه گفت بچه ابیلیتی اصلیش هم همینجوری درست کردن. یعنی چی بچه؟ شما در اصل 2 تا ابیلیتی دارین، هم میتونین به یاراتون اچ پی بدین و به خودتون اچ پی بدین، هم میتونین بچه دمیج بدین. یه حالت افکت روت داره که بچه توضیحاتش رو براتون میخونم. اول از این بچه شما به فاصله 7 متر به 10 نفر از یاراتون میتونین شیلد بدین با اچ پی که تو هر 85 ثانیه، البته این برای تیر 4 شه، 56 تا هلس میده و همچنین یه دونه شیلد 479 تایی میده که 1.5 ثانیه زمانشه. 2 تا نکته داره بچه، شما وقتی میخواین از ابیلیتیتون استفاده کنی یه مدت زمان خاصی داره، یعنی شما میتونید همزمان از 2 تا ابیلیتی استفاده کنید ولی تو مدت زمان خاص. چرا حرف میزنم بچه؟ شما وقتی از ابیلیتیتون استفاده میکنید در جا میتونید ابیلیتیتون رو سویچ کنین و همزمان دمیج هم بدین. یه نکته که هست بچه، شما با ابیلیتیتون نمیتونید به انیما دمیج بدین، درست یه افکت روت بهشون میندازین که یه جوری دمیج بیشتری میخورن. یا موقعی که از ابیلیتیتون استفاده میکنید مثلا اون افکت روتی که داخل بازی هسته کم کم دمیج میخورن. یعنی چیز خاصی بچه پیدا نکردم ازش، نه یا توضیح داده که دمیج بیشتری میدین یا دمیج کمتری میخورن مثل توی مایه. همونطوری که میبینید بچه، موقعی شما از ابیلیتی اصلیتون استفاده میکنید یه شیلد دورتون میاد و همزمان میتونید بچه از ابیلیتی دمیجتون هم استفاده کنید که حالا من اینجا بچه آخر کار استفاده کردم، بیشتر می‌خواستم شیلد بهتون نشون بدم ولی الان یه سویچ ریز میکنم و اون یکی هم بهتون نشون میدم.
همونطوری که میبینید بچه‌ها موقعی که من از ابیلیتی اصلیم استفاده میکنم شیلد میگیرم و یه مقدار اچ پی داره کم کم بهم اضافه میشه، ولی موقعی که از ابیلیتی روت استفاده میکنم دور حالا مترسگان میرم دمیج نمیخورم و حالا دمیج مثلا پراکنده هم نمیخورم، بیشتر یه حالت افکت رو انمی ها احتمالاً بندازه که برای مدت زمان کوتاست که هم دمیج رو کمتری بخوری هم دمیج بیشتری بدی. خب بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگه سوال داشتین داخل کامنت بپرسین حتما جوابتون میدم. تا ویدیو دیگه خدا رو شما رو خدای بزرگتر.